گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت قتل 11 شیعه مذهب را در پاکستان بر عهده گرفت. مقامات رسمی گفتند که شخصان مسلح در ولایت بلوچستان پاکستان 11 کانکن شیعه مذهب را ربوده سپس کشتند. حادثه در نزدیکی کان انگشت ماج در 48 کیلومتری شهر کویت مرکز ماموری ولایت بلوچستان رخ داده است. نمایندگان قوم ҳазора که پیروان اهل تشیع هستند روز یکشنبه به نشان اعتراض راهها را در کویت بستند و بالونها را آتش زدند. عمران خان نخست وزیر پاکستان در پیام در توییتر قتل 11 کانکن را عمل بزدلانه تروریستی نامید. محمد علی جتایی یکی از فرماندهان نیروهای نیمه نظامی در منطقه میگوید حمله‌وران شیعه مذهبان را از بین دیگر کارگران جدا کرده به یکی از کوههای اطراف برده و تیرباران کردند. اقلیت‌های شیعه مذهبی ҳазора هم در افغانستان و پاکستان در گذشته هدف گروه‌های افراطی سنی مذهب از جمله داعش قرار گرفتند. ولایت بلوچستان پاکستان که با ایران و افغانستان هم مرز است از سال 2004 تا کنون شاهد حمله و بمبگذاری های مناقشه های مذهبی شدند و از آن زمان تا کنون هزاران نفر هم جان دادند.